شرکت برق تاجیک میگوید امسال سعی میکند با وجود جاری شدن لیمیت مردم تاجیکستان با نیروی برق بهتر تامین شوند. از روز 1 اکتبر حجم انتقال نیروی برق به ناحیه‌های کشور محدود شد و این وضع تا بهار ادامه میکند. صحبت امروز با ناظر جان یادگاری سخنگوی برق تاجیک در همین باره است. نخست شرایط محدودیت را شرح دهید. در تاجیکستان شرکت برق تاجیک از شروع از 1 اکتبر به قسمت محدود نمودن نیروی برق سر کرد که مقصد اساسی از این در سطح بلند نگاه داشتن آبانبار نورک، یگانه آبانبار ذخیره آبی انرژتیکی کشور در فصل‌های زمستان میباشد. ما باید قید کنم که آبانبار نورک آبانبار تنظیم سالانه است. یا آبانبارها چند نمود می شود؟ آبانبارهای تنظیم شبانه روزی، سالانه و بسیار ساله. تا وقتی که ما آبانبار روغن بنیاد نکنیم، ما با همین محدود کنی نیروی برق در فصل تابستان روبروی هستیم. با اون خاطر که سیستم انرژتیکی ما 99% سیستم گیدری انرژتیکی یعنی که برق آبی است و بنابر همین هم ما از همان لحظه از همان روزی که مجرای دریا کم می شود و ما با استفاده آبانبار شروع می نماییم، از همان لحظه ما با محدود نمودن انتقال نیروی برق یعنی هر قطره آبی آبانبار نورک رو به حساب گرفتن شروع می نماییم. مردم روزانه چند ساعت برق می گیرند؟ من در تمام گزارش ها تکرار می کنم که برق با ساعت داده نمی شود. برق با کیلووات ساعت داده می شود. فرض کردیم ما می گیریم ناحیه لنین، ناحیه واسه عینی یگان ناحیه، به همین ناحیه در طول یک شبانه روز فلان قدر مقدار کیلووات ساعت نیروی برق داده می شود و اکنون این به همون راهبران هم شبکه‌های برقی و هم راهبران ماموری همون ناحیه ها وابسته اند که همین قدر نیروی برق رو در کدام وقت استفاده برند. من از گفتم که از ما یک وقتی معین کردن نشده است و فقط ما کوشش میکنیم که بعد از نصف شبی و در روزانه در ساعتایی که اونقدر با برق احتیاج نیست با مردم انتقال برق رو محدود نماییم. راه حل مشکل بی برقی در تاجیکستان کدام است؟ این مشکل از تاجیکستان ان شاءالله سالهای نزدیک رفع می شود و من گمان میکنم که بعد بنیاد باز دیگر لایه هایی که از در نقشه گرفته شدند و حتما بعد بنیاد نیروگاه برق آبی روغن نه تنها این مشکل ها رفع می شوند بلکه تاجیکستان به کشوری تبدیل می یابد که در بازار منطقوی آسیای میانه و کشور انتقال دهنده برق تبدیل می یابد و ما با استقلالیت انرژتیکی می رسیم. استقلالیت انرژتیکی یک جزء استقلالیت ملی کشور است.